اگر ما همه میدانستیم یا ورود به بارگاهی کتابی خراسان است اینجا. پیشگفتاری ابراستاد لایق شیرعلی بر اثر ماندگار استاد روانشاد محمد جان شکوری بخارایی زیر عنوان خراسان است اینجا. اگر ما همه میدانستیم که در قرآن مجید در سوره محمد آمده است که اگر شما روی از این دین حق بگردانید خدا قوم غیر شما که مانند شما بخیل نیستند به جای شما پدید دارد. از رسول اکرم سوال کردند مراد از این قوم کیست؟ حضرت دست به شانه سلمان فارس زد و فرمود قوم آن مرد که اگر علم در ثریا باشد رجال فارس بر آن دست یابد. اگر ما همه از استناد به برهان قاطع میدانستیم که این گفته زبان اهل بهشت زبان عربی و فارسی دریست، حدیث رسول اکرم بوده است، هرچند شمار پیرامون منسوبیت آن را به آن حضرت دانشمندان گاها شک دارند، اما از این بیت ابوالقاسم انصوری بلخی که می‌فرماید چو با آدمی جفت گردد پری نگوید پری جز به لفظی دری، میتوان حد زد که انصوری با چکه با این حدیث نوبتی بیت زیرین خود را گفته باشد. اگر ما همه میدانستیم که در عین اقتدار دولت سامانیان ابرمرد شعر فارسی ابوالقاسم فردوسی در 35 سالگی به بخارا به قوت الاسلام بلاد شرق می آید تا شکوه و عظمت و وسعت دولتداری سامانیان را که در طول 110 سال قمری در پهنه صحنه تاریخ قدم علم کردند از خود چه ابتکار، شجاعت، میدانگیری و قهرمانی های روی کاغذ آوردند. زبان دری را بر فراز تخت عاج آفرینش های جاودانی نشاندند. استاد رودکی را بر حق آدم و شعرای نظم فارسی خواندند و یادگار و یادمان خود را در پیشانی پر افتخار ایران ثبت کردند. ببیند و در شاهنامه با بانگ بلند بگوید عجم زنده کردم بدین پارسی. اگر ما همه میدانستیم که امیر اسماعیل سامانی به زبان فارسی زیاد اهمیت میداد و توجهی بسیار داشت و فرمانهای خود را به زبان فارسی صادر مینمود. اگر ما همه میدانستیم که اگر سامانیان به جهان بینی نمی رسیدند ایران و ایرانی چنان به تمدن و زبان تازی مستحلق می شد که امروز چون مصر و شمال افریقا و سوریه و عراق جزء قلمرو زبان و تمدن عرب به شمار می روند. اگر ما همه میدانستیم که حکیم نظامی گنجوی در داستان لیلی و مجنون ترکی صفتی وفای ما نیست، ترکانه سخن سزای ما نیست، آن کز نسبی بلند زاید او را سخنی بلند باید، میگوید و منظور او از این نسبی بلند نسبی ایرانی و سخنی بلند سخن ناب فارسی دری بوده است. اگر ما همه میدانستیم که چون یکی از دانشمندان معاصر به علامه اقبال میگوید اشعار شما برای ما زندگی بخش و آزادی بخش است، شما راهنمای ما هستید، ما فارسی نمیدانیم، شما با اردو شعر بگویید. اقبال با زبان انگلیسی چنین پاسخ میدهد این اشعار به من با زبان فارسی الهام می شود، زبان روحیه من فارسی است. اگر ما همه میدانستیم که ملک الشعرا بهار میگوید چون بعد از اسلام مردم بخارا و سمرقند کتابهای نظم و نثر را به زبان دری نوشتند و شعرای خراسان هم بدان زبان شعر گفتند و این زبان به تدریج به سایر ایران سرایت کرده است، می توانیم مقیم شویم که زبان دری همان زبان مردم بلخ و بخاراست و در واقع زبان سغدی و اهالی بلخ و بخارا و خراسان و زبان مانی همه یک است و اصل آن زبان دری است. اگر ما همه می دانستیم که یکی از دانشمندان بزرگ ایران زندیات سعید نفیسی می گوید در شمال و شرقی ایران امروز سرزمین بسیار حاصلخیز واقع است که ما دلبستگی مخصوص به آن داریم. بسیاری علمای بزرگ عقیده دارند که نژاد آریایی در این سرزمین در دامنه کوههای هندوکش در کنار رودهای جیهون و سیهون نخستین روزهای زندگی خیش را گذرانیده است. علمای تاریخ عقیده دارند که ما ایرانیان از آنجا آمده ایم و ایرانی امروز به منزله خانه دوم ماست. اگر ما همه این نکته های برجسته را بلکه بیشتر از آن را میدانستیم و میدانستیم که سرچشمه‌داری زبان فارسی دری، زبان اهل بهشت، زبان پریان،
زبان زنده ساز و زنده نگاه دارنده عجم، زبان پیروز بر غاصبان عرب، زبان نجیب زادگان مثل نظامی، زبان روحیه علامه اقبال. ما به اصطلاح ایرانیان شرقی بودیم، یعنی بخارا و سمرقند و بلخ و خراسان مهد زایش و بالش گسترش این زبان بوده است. امروز آن را به چنین خواری، زبونی، پرشکستگی، بیمایگی و بی‌بضاعتی نمی‌کشاندیم یا دستی کم تا می‌توانستیم صاحبان غمخوار و دلسوز از میان قلم شکستگان و زبان گم کردگان خود به خبر و خدا به خبر منفعت جوی پیدا کند و آن را به سه شاخه فارسی، دری، تاجیکی از هم جدا کند، به آن باز شاخه و شاخچه‌های ببندد و هر کدام را جدا بیاموزد و گاه گاه میان آنها مانندی های کشف کند. البته این هر رنگ کردن اجانب معلوم است که غرض از سه شاخه ساختن یک دریای زلال زبان فارسی، سه پاره کردن خراسان بزرگ بوده است. دشمنان خاک بر این کار همه اندازند، ورنه من پاکترم پاکتر از آب زلال.